میخوای چیزایی که عاشقشونی رو بسازم؟ آره خب پس چیزایی که دوست داری برام بنویسم، یه طراحی میکنم و با چوب میسازمش. چه خوب. میخوای اونو من بگیرم برات؟ خواهش. نه یه چند تا دونه میتونی بنویسی، چیزایی که خیلی دوست داری دیگه، اولویتات. هر چی که دوست داری. مرسی، دست در نکنه. این دوستمون عاشق فلسفه، بارون و قهوه بود. فلسفه به زبون ساده یعنی درک عمیق‌تر از زندگی و جستجوی دانش و خرد. از اونجایی که همه اینا با سوال پرسیدن اتفاق میفته، منم یه علامت سوال طراحی کردم که یه دختر کوچولو بامزه روش نشسته و یه دونه قهوه هم توی دستشه. تازه بارون هم داره روی سرش میریزه، ولی خب از اونجایی که عاشق بارونه با این موضوع مشکلی نداره. یکم دیگه میریم تحویلشون بدیم ببینیم خوششون میاد یا نه. اینم از نتیجه کار. سلام، خوبی؟ اینم علایقتون، امیدوارم خوشتون بیاد. بابا نمیخواست، مرسی ازتون، لطف کردی. خب پس حراج کتاب بله خواهش میکنم. آره دیگه اون میره اون تو. اوکی خواهش میکنم.